گفتن الصلاتو علی وقتها. کسی نمازش در وقتش ادا کنه الله دوستش میداره. برادرها خوب اهمیتیم. کسی نمازش در وقتش ادا میکنه الله دوستش میداره. یعنی برادرای عزیز، یکی از عملهایی که الله بنده را دوست بداره همین بود است که حفظ 5 وقت نماز. در همه درد شفا هست. گفت در همه درد الا صام. بعدا میگه پرسیدم حضرت صامش چی است که در او شفا نیست؟ گفت الموت، یعنی مرگ پیش راهش گرفته نمیتونه. دیگر در همه دردها برادرها و خواهرای عزیز پیامبر گرامی گفتن که این شفا هست. بار من نگاه کردم، من دیدم به نهایت در گرد دردهای زیاده شفای ایرا مقصد بیان کرده گیرم. سخن پیغمبر نازنین ممکن هست انشاءالله این حقیقت است و حتی مردم پاکستان هم خواندن امروز در مقابل همین درد کرونا ویروس یا که کووید 19 همین حبت السودا را با عسل، یعنی سیاه‌دانه را با عسل توصیه میتن که در مقابل میگد همون ویروس هم همین حبت السودا یا سیاه‌دانه استادگری کرده میتونست. چگونه قرآن میگه حافظو علی الصلوات. الله گفت که همین عبادتی که نامش نمازه همین را حفظ کنی. 5 حالت 5 وقت با الله در حال رابطه را پیوست کنی. همین لحظه هایی که شما به نماز راست میشین الله ترا دوست میداشته. محافظی ادا کننده نماز الله دوست میداشته. حضرت عایشه مادرمون هم گفتن که عایشه گفتن برای چی اینقدر نماز در قرآن زیاد یاد شده است؟ عایشه مادرمون هم اگه زنی پیامبر آخی یک محبوبه پیامبر جواب بهترین داد. گفت خداوند کدام عملی را که دوست بداره او را بسیار یاد میکنه. زیاد یاد کردن نماز در قرآن به سبب دوست داشتن الله همین عبادت است. دوست میداره. خدا رحمت کنه. همین خواجه حافظ برای همین بود که میگو هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق با او نمورده به فتوای من نماز کنید. اگر بینین یک نفری که از همین نعمت خدا خودش دور گرفته پایبند همین عبادت نمی شود، خواجه حافظ گفته است پیش از مردنش نماز جنازه شب خونید. پیش از مردنش نماز جنازه شب خونید. زیرا پیامبر نازنین می گفت اولو ما یحاسب به العبد من عملی یوم القیامه الصلات. اولین سوالی که الحال جان من خدا گرفته، خب من بگیم به دنیای غیر فنا شونده، دنیای ابد وقتی میرم اولین سوالی که بنده را میکرده است همین بوده است آیا نمازت ادا شد یا نه؟ برادرای عزیز این سخن پیامبر مونه. من یگان سخنی به ادرس نمیگم و یگان حدیثتون نمیگم که بگن این حدیث علت داره یا مقصد ضعف داره یا فلان. نه، اولین سوالی که بنده را الله روز قیامت میکنند از نمازش است. برای همین 4 کتابی ما و شما میگو روز محشر که جانگداز بود اولین پرسیش از نماز بود. بعد نصیحت میکنه پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشد توفیر. بچم در نمازها بے پروایی نکن
تا که این نماز روز قیامت دست بگیره. خلاص برادران عزیز، یکم چیزی را که الله دوست می داشته این نماز بوده. دوم گفتم ثم ایون. عبدالله میگه پرسیدم بعد از آن چی؟ گفت بر الوالدین. کسی پدر و مادرش خدمت کنه. وقتی تو پدر و مادر خدمت میکنی ترا الله دوست میداره. ببینی؟ وقتی تو رضاگی پدر و مادر میابی الله دوستت میداره. زیرا برادرای عزیز رضاگی پدر و مادر رضاگی الله است. غضب پدر و مادر غضب الله است. شاعران میگن طاعت حق را به جان فرمان کنی. طاعت حق را به جان فرمان کنی. بعد از آن بر والدین احسان کنی. والدین از هر کسی خوشنود نیست. بین اگر از کسی که والدین خوشنود نباشد آن نفرم در پیشگاه الله مهربان قابل مقبول نیست. وقتی نزد پدر و مادر دم که این آدم قبولیت نداشته باشه نزد الله هم قبولیت نداره. برای همین دوم چیزی را که الله دوست می‌دارد این چی است برادران؟ خدمت در حق پدر و مادر. حتی ما حدیثا داریم میگه بر الوالدین افضل من الصلات و الصوم و الحج و جهاد فی سبیل الله. در ثواب میگه در ثواب خدمت پدر و مادر در ثواب بالاتر است از نماز، بالاتر است از روزه، بالاتر است از حج، بالاتر است از جهاد در راه خدا. خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمری تو هم از سود شود. در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناهت همه نابود شود. خدا کنه برادران عزیز و گرامی که ما را الله توفیق دهد که دوستدار این عمل ها باشیم. خدا توفیق منتهد که از عبادتش هیچ وقت دور نباشیم. همیشه اطاعت او را کنیم، فرمان برداری کنیم. خدا توفیق منتهد که اگر حاضر حیات باشه پدر و مادرمون یک کف دعاشون بگیریم، خدمتشون کنیم. و الله مهربان باز هم احسان ها و خیر های این خاندان قبول گردانه و گذشته مادرشون خدا رحمت و مغفرت کنه. اهل جمعیت ما را خدا شما را قدماتون به حسنات و ایمانتون کامل نگه دارم. کاری همینجا انشاءالله خیر رحمت کنه. تلاوت شدن بعد ختمی